الان که شما دارید این ویدیو رو نگاه میکنید 5 ماه از روزی که حسن یزدانی کتف خودش رو برای بار دوم در شهر نیس فرانسه جراحی کرده میگذره و حسن یزدانی الان دیگه آتل دستش رو کنار گذاشته و تمرینات بدنسازی خودش رو شروع کرده. حسن یزدانی مثل سال گذشته داره زیر نظر متخصص فیزیوتراپی و بدنسازی تمریناتش رو انجام میده و به تازگی همراه کمپ تیم‌های ملی کشتی در سالن بدنسازی تمرین کرده. حسن یزدانی که الان 10 مدال جهانی و المپیک داره و از این نظر رکورددار تعداد مدال در تاریخ کشتی ایران رو داره، خیلی با احتیاط‌تر از سال گذشته داره پیش میره و به گفته مربی‌ها به احتمال خیلی زیاد برای مسابقات سال 2025 کشتی نمیگیره. ولی هنوز هم هیچ چیز معلوم نیست و 100% نیست. تمرینات بدنسازی که به تازگی حسن یزدانی انجام داده زیر نظر حسن حسین‌زاده مربی مازندرانی تیم کشتی فرنگی انجام شد و چند دقیقه بعد از شروع تمرین هم علیرضا دبیر وارد سالن بدنسازی شد و آخرین وضعیت حسن یزدانی رو بررسی کرد و هنگام تمرینات هم هادی ساروی و سعید اسماعیلی که مدال آور و قهرمان المپیک 2024 کشتی فرنگی هستند که دوستی نزدیکی هم با حسن یزدانی دارن، در کنار حسن یزدانی باش عکس یادگاری گرفتن. شما از برگشت حسن یزدانی خوشحال هستید؟ به نظر شما تو مسابقات جهانی آینده و مخصوصا مسابقات المپیک 2028 حسن یزدانی میتونه عملکرد خوبی داشته باشه؟